أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بدان از علم صرف 7 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم درس 8 را به سمع شما برسانم. کتاب بدان درس 8. حالا ما و شما در درس 8 قرار داریم. درس 8 موضوع درسمان مجهول فعل ماضی است. درس گذشته ما و شما معلوم فعل ماضی را خواندیم و این درس باشد مجهول فعل ماضی را میخونیم که مجهول فعل ماضی همچنین 14 صیغه دارد، چطوری که شما دیده ایستادید و حرکت های اینها را به خاطر آن گرفتم که معلوم وقتی فعل معلوم فعل ماضی که بود ما میدونستیم که ضرب بود، ضرب میشد، اما مجهولش کردیم اکنون حرکت ها تغییر مییابد. دو حرکت اول تغییر مییابد از فعل های ثلاثی، از فعل هایی که 3 حرفی هستند. دو حرکت اولش تغییر مییابد. در این درس ان شاء الله خواهیم فهمید. خب درس امروزه ما و شما چطوره که اینجا بنده عنوان گذاری کردگی هستم مجهول فعل ماضی. مجهول فعل ماضی، مجهول که میگیم یعنی که فاعلش معین نیست. ما و شما درس گذشته میگفتیم که ضرب هو یعنی زد وی، هم وی معلوم بوده که در اینجا میگفتیم ضرب تو، زدم من، خودت رو میگفتی یعنی زدم من. اما وقتی که مجهول میکنیم در این صورت فاعل یعنی انجام دهنده زدگی معین نیست، فقط شت خوردگی معین است. چطوری که میگیم وقتی مجهولش که میگیم شما ضرب یعنی ضرب زده شد وی را، زده شد وی را، اما کی زد معین نیست. این رو میگوین فعل مجهول. خب صاحب کتاب بدان اکنون چی طور ما فعل معلوم را مجهول کنیم؟ مثلا حالا در اینجا این حرکتاشو میگذارم تا اینکه تغییراتی که در اینجا وارد میشود شما دقت بتید. مثلا ضربه فعل معلوم است، مجهول نیست، معلوم است. اکنون چیکارش میکنیم که مجهول میشود؟ میگید که اگر خواهی که معلوم فعل ماضی را مجهول کنی، مثلا این فعل معلوم است، من میخواهم که مجهولش بکنم. اکنون چیکارش کنم؟ من این را خواستم که مجهول کنم، چیکار کنم؟ میگم ما قبل آخر را کسر کن. ما قبل آخر کدام است؟ دقت بتید، به رنگ سرخ میکنم تا اینکه فرق شود. ما قبل آخر این حرف ر است، یعنی این حرف آخر است، این ما قبل آخر است. ما شما بگیم این حرف آخر، این پیش از آخر. ما قبل آخر یعنی پیش از آخر. پیش از آخر ما کسره میکنیم. میگه ببینید چطوری که کسره اش کردم. کسره که کرده فتحه را از بین میبریم، زیرا که یه حرف دو حرکت قبول نمیکند، یا فتحه را میگیرید یا کسره را. وقتی کسره که کردم فتحه را از بین بردم شد چی؟ ضریبه. اما این طریق کلمه در زبان عربی نیست. اکنون با چیکار میکنیم؟ این یکم کارمون بود. کار دوم میگم و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است او را ضم کن. ببین متحرک پیش از ما قبل آخر، این حرف چی است؟ حرف ضاد. حرف ضاد ما باید چیکار کنم؟ ضمه بکنم. ببینید ضمه کردم فتحه را از بین میبرم، چی میشه؟ ضریبه. ضریبه انا همین فعل مجهول است. مجهولی که گفتیم انا همین است، ضریبه. دیدید؟ اکنون بیایید در اینجا یک دو سه فعل های دیگر هم بیاریم تا اینکه این گپش که و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است رو ما خوب بفهمیم که چی معنی دارد. دقت بتید برادرانم. مثلا ببینید قتل، قتل. دیدید؟ یکم. دوم استخرج، استخرج. دوتا. باز یک فعل دیگر مثلا رجع
ببینید دحرجه. این از رباعی هست، این از ثلاثی است. این ثلاثی مزیدش میگن ان شاء الله این را خواهیم خوند. این دحرجه رباعی هست، این را ما شما خوندگی هستیم. باز یک فعل رباعی دیگر میگیریم، مثلا که اجتمع. اجتمع یعنی که جمع شد. اجتمع. دقت بتید که دقت بتید این چیه؟ قتل یعنی کشت. استخرج طلب برآمدن کرد. دحرج جر کرد یا غلطانید. اجتمع یعنی جمع شد. جمع شد. اکنون دقت بتید، در اینجا صاحب کتاب گفت که اگر خواهی که حاضر همه معلوم هستند، فعلای معلوم مجهول نیستند، معلوم هستند درس گذشته ما و شما. اکنون ما میخوایم همین ها را مجهول کنیم. چیکار میکنیم؟ خوب دقتید. میگه اگر خواهی که معلوم فعل ماضی رو مجهول کنی. اکنون فعل معلوم است 4 تا، من میخوام این 4 تا را مجهول کنم. چیکارش میکنم؟ ما قبل آخر رو کسر کن. ما قبل آخر گفتیم حرف پیش از آخر میگن. دقت بتید. ما قبل آخر کدام است در قتله؟ در قتله این حرف آخر است، این حرف ت ما قبل آخر است، پیش از آخر. کسرش میکنم، حرکت چه میگیریم؟ زیرا که یک حرف یک حرکت قبول میکند. در اینجا ما قبل آخر کدام حرف است؟ ماشاءالله حرف ر. حرف ر که باشد کسرش میکنم. در اینجا ما قبل آخر کدام حرف است؟ ماشاءالله باز حرف ر. حرکت چه میگیرم؟ در اینجا حرف ما قبل آخر حرف چی است؟ این حرف آخر است. ما قبلش چی است؟ حرف میم. پس در اینجا همچنین حرکت چه میگیرم. ببینید حال بود شدگی نیست، پره نشده است. دو کار ما باید بکنیم، از نو یکمش رو کردیم. دیدید انا همین طور شد. دویم چی کار میکنیم؟ دویم صاحب کتاب میگه که و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است. و هر متحرک پیش از ما قبل آخر. این آخر بود، این ما قبل آخر. اکنون هر متحرکی که پیش از این ما قبل آخر است، پیش از این یعنی متحرک یعنی حرکت دار. در اینجا قاف حرکت دارد؟ بله حرکتی فتحه دارد. حرکتش رو میگیریم، در جاش چی میمونیم؟ دم. چطور اینجا را کردیم؟ رنگ همیشه ببین دوریبه، این قتیله رنگ اوشید. برای اینا ثلاثی هستند. انا اکنون ثلاثی مزید رو چکار میکنیم؟ ببینید میگه که و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است. این ما قبل آخر، این آخر است، این ما قبل آخر. حرف ر ما قبل آخر است. اکنون هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است، پیش از این حرف خ است، حرکت ندارد، پس این متحرک نیست. با پیش از این نگاه میکنیم، پیش از این نگاه میکنیم که حرف ت است. حرف ت را نگاه میکنیم که حرکت دارد، پس هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است در این کلمه نمی حرف ت است. پس حرکت چه میگیریم؟ خودش رو دمه میمونیم. خودش رو چه میمونیم؟ دمه. خب این دویم کارمون بود. در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا همچنین این آخر است، این ما قبل آخر. میگه هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است. متحرک پیش از ما قبل آخر کدوم است؟ حرف ه پیش از این است، لیکن حرکت نداره، ساکن است. اینا چقه نمیشیم. چطور در اینجا خیره چقه نشدیم. و اینجا این حرف دال حرکت دارد، حرکتش رو میگیریم، در جاش چی میمونیم؟ دمه. خب در اینجا چیکار میکنیم؟ این ما قبل آخر است، این حرف آخر است. پیش از ما قبل آخر نگاه میکنیم که حرف ت حرکت دارد، حرکت چه میگیریم؟ در جاش چی میمونیم؟ دمه. دیدید؟ انا همین رو میگم مجهول کردن. در این دو فعل ما یگان تغییرات دیگر صادر نمیکنیم. این پره شد، این کامل شد، مجهول شد. ببین قتیله مجهوله، دحرجه مجهوله. اینجا دیگر کار نمیکنیم. نه که در اینجا با یک کار دیگر میکنیم. ما این الفی که میبینید، این الف همزه وصلش میگن، این حرف ساکن که بود، بعد این الف آوردگی هستیم. این الف را نمیگیم استخرجه، استخرجه غلطه، خطاه. این را میگیریم، این الف میگیم حرف ت را پیروی میکند، حرکت این را میگیریم، در اینجا چی میمونیم؟ دمه. دیدید چی میشود؟ استخرجه، استخرجه. اینجا هم همین کار را میکنیم، حرکت چه میگیریم، خودش چی میمونیم؟ دمه. چی میشود؟ اجتمع، اجتمع. انا همینطور طریقه چی هسته؟ مجهول کردن. یعنی که در این جا ما فقط ثلاثی را بیان کردیم، ثلاثی مجرد. در اینجا ثلاثی رباعی مجرد را بیان کردیم. در اینجا باشد
ثلاثی مزید بیان کردیم که اینها را باز با تفصیل وقتی که باب ها را که میخونیم اینها را با تفصیل ان شاء الله خواهیم خواند. با همین طریقه تغییر دادن فعل معلوم به مجهول معین شد. انا اینطور مجهولش میکنیم. انا اکنون بیاید شما دقت بتید برادران. اینجا ضربه بود، ما چیکارش کردیم؟ ضریبه. اینجا چیکار میکنیم؟ همین کارا کرده رفتن میگیریم. ما فقط با دو حرف اول کار داریم در ثلاثی. این حرف ب اخیر ما کار نداریم. ببینید همه این را باید ما چیکار کنیم؟ همشه ضریبه، ضریبو، ضریبت، ضریبت. همون قاعده را استفاده بردن بگیرید. ما قبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرک پیش از ما قبل آخر است او را دم میکنیم. ما قبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرک پیش از ما قبل آخر است او را دم میکنیم. ما قبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است دم میکنیم. اکنون اینجا یک سوال بود که آقا ما قبل آخر این نیست، در چند حرف است کو میگه ما بینا کار نداریم. ما بین دا داره و ب بس حرفی فعل کار داریم. اینها با ما چقه نمیشویم. این وظیفه ما اینجا نیست. وظیفه ما تا حرفی ب ای. الان سه تا ما چقه میشیم، این حرفی ب آخران حرف چقه نمیشیم، پس الان دو تا چقه شدیم. ما در ثلاثی مجرد ببینید ما قبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرکی پیش از ما قبل آخر است او را دم میکنیم. همین کلمه را تکرار کنیم برای درستون ششتن. ما قبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرکی پیش از ما قبل آخر او را دم میکنیم. ما قبل آخر را کسر و هر متحرکی پیش از ما قبل آخر است او را دم و همین تا با آخر، تا با آخر همین کارا میکنیم. دیدید همین صورت ما حاضر فعل معلومه مجهول کردیم. فعل معلومه مجهول کردیم. من اکنون 14 صیغه مجهول فعل ماضی است. معلوم نیست، مجهول هست. اکنون دقت بتید صاحب کتاب را نگاه بکنید که برای ما و شما چی میگوید. میگوید که مجهول فعل ماضی را نیز 14 مثال است. ببینید مجهول فعل ماضی چند مثال دارد؟ چند صیغه دارد؟ 14 تا. صیغه نهایت نمیینه، یا صیغه، دو صیغه، سه صیغه. یا میشه مثال بگیم یا مثال، دو مثال، سه مثال، همطور همگی 14 تا مثال یا 14 تا صیغه. نمیدونید صیغه میگن هر یک کدامش، اگر کسی که معنای صیغه را بخواهد بفهمد. خب مجهول فعل ماضی را نیز 14 مثال است. 6 غایب را بود. ببینید غایب این 6 تا برای غایب است، همونطور که در معلوم بود همون است تقسیم بندیش. و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود. ببینید دو تا حکایت نفس، یعنی دو تا متکلم. حکایت نفس متکلم گفتیم هر یک چیز است. اکنون میگه که اون 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. اکنون این 3 تا این 6 تا که برای غایب است، برای غایب، 3 تا بالا برای مذکر هست. این را در اینجا نوشته بکنیم. 3 تا بالا برای کی است؟ برای مذکر. 3 تا برای مذکر و 3 تا پایان برای کی؟ برای مؤنث. برای مؤنث 3 تا بالا برای مذکر، 3 تا پایان برای مؤنث. اکنون 3 تا که برای مذکر است این را بیان میکنم. میگه که اون 3 که مذکر را بود، یعنی که 3 تا غایبی که برای مذکر هست، یکمش ضریبه. ببین ضریبه ما درس گذشته میگفتیم ضربه زد و مرد خودش زد، زننده خودش است. در اینجا میگم ضریبه زده شد و مرد رو، یعنی که وای مرد شته خورد. در درس گذشته میگفتیم خودش زننده بود، در این درس خودش شته خورنده هست، یعنی که بالاش در کار واقع شدگی است. اکنون میگه ضریبه زده شد و مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر غایب مجهول فعل ماضی. ضریبه زده شد و مرد در زمان گذشته که فعل ماضی است، برای هم زمان گذشته میگیم و فعل مجهولش میگیم به خاطر اینکه این فاعلش معلوم نیست. یکم. دوم ضریبه دو کس باشن. اگر در اینجا در یک نازکی دیگر هست درس گذشته فراموش کردیم که به سمتون برسانیم. ضربه هم همین طور است، ضریبه هم همین طور. حالا ما در اینجا میگیم که زدن اون دو کس رو از الف گرفتیم، اما در اینجا زد و مرد یک رو از کجا گرفتیم؟ ما یک رو میگیم در اینجا در تحت این یک کلمه هو گفتنی گپ است، در تحت همین بجا شدگی است، نمیتواند. انا همین که بجا شدگی هست انا همون و یک مرده و یک مرد گفته خوش میکنیم از همین کلمه هوایی که در تای بجا است از همین گرفته سیم ما. برای خاطر این دقت بتید. ضریبه زده شد وی یک مرد رو، این کلمه در تای بجای وی یک مرد رو گفته میگوییم. ضریبه زده شدن ایشان دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر غایبین مجهول فعل ماضی. ببین ضریبه زده شدن وی ها دو مرد یعنی الف گرفتیم، چطوری که درس گذشته را بیان کرده بودیم. زده شدن وی ها دو مرد. خب ضریبو زده شدن ایشان
همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر غایبین مجهول فعل ماضی زده شده. ایشان همه مردان، ایشان یعنی ویها همه مردان. همین ویها همه مردان را از این کلمه واو گرفتیم. این واوی که در آخرش قوش کردیم، همراه کردیم، انا همین معناش ویها همه مردها. این الف رو گفتیم الف فارقه میگم به خاطر اینکه این واو جمع مذکر، یعنی جمع مذکر که است، این مفرد است، این مثنی است، این جمع دلالت به جمع مذکر کند. واو گفته الف موندگی هستیم، نام این الف فارقه اش میگویند. خب اکنون سه تا مذکر به پایان رسید. ما میگذاریم در سه تا مؤنث. میگه اون سه که مؤنث را بود، یعنی سه غایب، سه تاش برای مذکر، سه تاش برای مؤنث. اکنون میگه سه تا که برای مؤنث، یکم ضربت زده شد و زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث غایبه مجهول فعل ماضی. ببین ضربت زده شد و زن، این ت را درس گذشته گفته بودیم که این ت دلالت میکند که فاعل همین زن هست. اما و یک زن رو ما از کجا میگیریم؟ این هم به مثل کلمه در بالا بوده است. و زن گفتنی گپ در تی این یک کلمه هیه گفتنی گپ است. یک کلمه چطور که در اینجا در تی پنهان بود، این هیه در تی این پنهان است. همه که میگیم و یک زن، همین هیه را مترجمه کرده که در تی این بجا است. او را آشکار نمیکنیم، الان در تی همین بجا است. همون دلالت میکند که و یک زن. خب ضربتا زده شدن ایشان دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث غایبتین مجهول فعل ماضی. ببینید ضربتا زده شدن ویها دو زن. اگر دو زن باشد، اگر یعنی ویها در پیش مونش دور ویها میگیم که ویها دو زن زده شدن. ویها دو زن را از این کلمه تا گرفتیم. ضربه زده شدن ویها ویها دو زن از این کلمه، پس زده شدن ویها دو زن، یعنی دو زن شطر خوردند. ضربنا اکنون جمعش آخر معناست، جمع غایباتش چی میگوید؟ میگوید که ضربنا زده شدن ایشان همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث غایبات مجهول فعل ماضی. میگه که ضربنا این صیغه جمع مؤنثه، یعنی زده شدن ویها همه زنها، جمع زنها است. ویها همه زنها را گفتیم از کلمه نون گرفتیم. نه ویها همه زنها، ضرب یعنی زده شدن، نه ویها همه زنها. خب اکنون به همین غایب خلاص شد. صیغه های شش مثال غایب به آخر رسید. اکنون میگذاریم در مخاطب. 6 تا دیگر برای کی است؟ برای مخاطب است. این مخاطب هم همچنین 3 تا بالاش برای کی است؟ برای مذکر است. 3 تا بالاش برای مذکر است، 3 تا پایینش برای کی است؟ مؤنث. 3 تا پایینش برای مؤنث. پس دقت کنید که صاحب کتاب چی میگه. میگه که آن شش که مخاطب رو بود، 3 مذکر رو بود و 3 مؤنث رو بود. اکنون میگه 6 تا که برای کی است؟ برای مخاطب است. 3 تا این میگه برای مذکر است و 3 تا بعدش میگه برای مؤنث است. 3 تاش برای مذکر و 3 تاش برای مؤنث. اون 3 که مذکر رو بود، اکنون میگه که 3 تا بالا را بیان میکنم. اون 3 که برای مذکر است، برای مذکر مخاطب چی میگوید؟ میگوید که ضرب تا. ببینید چی میگه ترجمهش. زده شدی تو مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر مخاطب مجهول فعل ماضی. ضربنا زده شدی تو، یعنی مخاطب در پیش مون است. زده شدی تو مرد، یعنی تا یعنی تو مرد، زده شدی تو مرد. ضرب توما دویم صیغه مذکر مخاطبش چی میگه؟ میگه ضرب توما زده شده شما دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعل ماضی. ببینید صیغه تثنیه یا این یک بود، این دو تثنیه مخاطبین مجهول فعل ماضی. این یعنی زده شده شما دو مرد، یعنی شطر خورده شما دو مرد. ضربتم این جمع مخاطب است، یعنی که جمع مذکر مخاطب است. چی میگه؟ میگه ضربتم زده شدید شما همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعل ماضی. زده شدید یعنی شطر خوردید شما همه مردا را گفتیم از این کلمه تم میگیریم. زده شطر خوردید شما همه مردها. خب به همین 3 تا مذکر مخاطب به آخر رسید. اکنون با 3 تا مؤنث رو میگیریم. 3 تا مؤنث مخاطب رو چی میگوید؟ میگوید که اون 3 که مؤنث رو بود، یعنی اون 3 که برای مخاطب مؤنث هست چی میکند؟ این یکمش ضرب تی.
ببین ضربت شد مردانه، ضربتی شد زنانه. اینو درس گذشته با تفصیل بیان کرده بودیم. یعنی زده شدی تو زن، یعنی شته خوردی تو زن. خب ترجمهش ضربتی زده شدی تو زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول فعل ماضی. مجهول فعل چه؟ ماضی است. دو تگه شکل دو زن باشه چی میگیم؟ میگیم ضربتما، یعنی زده شدید شما دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل ماضی. ببینید دو مرد دو زن فرق نمیکنند، اینا هر دوش یک فعل هستند. شما دو مرد یا شما دو زن فرق نمیکنند، هرچه یک نمود میگوییم. اما یک مرد باشد یا زن باشه فرق میکنه، چطوری که دیده ایستادید. اکنون جمع مردها باشد یا معذرت میخوام جمع زنها باشد چی میگیم؟ میگیم ضربتن. ضربتن ترجمهش چیست؟ ترجمهش میگه که زده شدید شما همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول فعل ماضی. ضربتن زده شدید شما همه زنها، این زنها بسیاری باشه میگم ضربتن. ضرب زده شدید، تن شما همه زنها. پس ضربتن شته خوردید شما همه زنها. پس اکنون 6 تا مخاطب به آخر رسید. 6 تا غایب و 6 تا مخاطب میشه و همگی چند تا؟ 12 تا. ما همگی 14 صیغه داریم. اکنون این دو تا دیگر میمونیم همراهش میشه 14 تا. خب صاحب کتاب میگه که آن دو که حکایت نفس را بود. انا که میگه دو تا دیگری که برای حکایت نفس است. حکایت نفس یعنی متکلم، سخنگوینده. آن دو تا که برای متکلم است، برای سخنگوینده است. یکمش ضرب تو. ضرب تو. خب ضرب تو را معنیش چیست؟ ترجمهش میگه که زده شده من مرد یا زن در زمان گذشته صیغه واحد متکلم مجهول فعل ماضی. ببینید ضرب تو زده شده من مرد یا زن. زده شده من مرد یا زن. برای چی مرد یا زن میگیم؟ به خاطر اونه که این هم مردانه و زنانهش یک خیل است، فرق نمیکنه. چطوری که در بالا اینجا دا فرق میکرد، این مردانه بود این زنانه، این مردانه این زنانه. اما اینجا دا نه، اینجا دا مردانه و زنانهش یک است. اگر یک زن باشد میگه ضرب تو، شته خوردم من. اگر یک مرد باشد میگه ضرب تو، یعنی فرق نمی کند. اکنون جمعش می شود که ضربنا، یعنی که زده شده ما همه مردان و یا همه زنان در زمان گذشته صیغه متکلم مع غیر مجهول فعل ماضی. ضربنا یعنی شته خورده ما همه مردها. مردان باشه میگه ضربنا، یعنی دو کس، دو مرد. ای دو مردم زیاد باشد میگه ضربنا، یا دو زن زیاده دو زن میگه که ضربنا، شته خورده ما. اکنون ببینید ما در اینجا یک تگه داریم و جمع داریم، دو تگه نداریم. در متکلم دو تگه نیست، لیکن در غایب یک تگه هست، دو تگه هست، جمع هست. در مخاطب همچنین یک تگه، دو تگه، جمع هست. در متکلم یک تگه است، جمع است. دو تگه در متکلم ما نداریم. پس این بود درس هشتم ما و شما، مجهول فعل ماضی و این طور مجهول میکنیم. و اکنون اینها را گفتنش را یک جایه در ذهنتون جا کنید که مثلا میگوید که ضرب، یعنی مجهولش میکنید میگوید ضرب، ضرب، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. مثلا فعل رباعی را بیاریم اگر در جای مونیم میگیم دحرج، 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 دحرج الف میمونیم، دحرجو واو میمونیم، دحرجت تیرا موندیم، دحرجت، دحرجنا، دحرجت، دحرجتما، دحرجتم، دحرجتی، دحرجتما، دحرجتن، دحرجتو، دحرجنا. این مجهولی رباعی مجرد هست، یعنی که جر کردم. اکنون میگه جر کرده شد و یک مرد، جر کرده شد و دو مرد، جر کرده شد و سه مرد رو، جر کرده شد و یک زن. همین تو ترجمه اش میکنید. مثلا استخرجه را بگیریم اگر در جای بمونیم میگیم استخرجه، استخرجه الف میمونیم در آخرش، استخرجو، استخرجت، استخرجتا، استخرجنا، استخرجت، استخرجتما، استخرجتم، استخرجتی، استخرجتما، استخرجتن، استخرجتو، استخرجنا. یعنی طلب برآمدن کردم، یا که مجهولش کردیم استخرجش میگیم. من را معلوم گفتم حالا
اینا مجهولش کنید. استخرج استخرج استخرجو، استخرجت استخرجتا استخرجنا، استخرجت استخرجتما استخرجتم، استخرجتی استخرجتما استخرجتن، استخرجتو استخرجنا. انا همین طور این را گفتن در ذهنتون باید داشته باشید. پس این بود درس هشتم ما و شما از کتاب بدان. با همین ماضی با آخر رسید، فعل ماضی با آخر رسید. ما گفته بودیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند، یکمی اون فعل ماضی بود. الان اکنون از 12 اشتقاق ها ما نو یک تاش رو گرفتیم، 12 اشتقاق ها فقط یک فعل ماضی رو گرفتیم. درس آینده انشاءالله درس نهم دویمش رو شروع میکنیم که اون فعل مضارع هست. با اون فعل مضارع از همین حرف با داره و به عبارت است، یگان حرف زیاد میکنیم، یگان حرکت تغییر میدیم، میشه فعل مضارع، یعنی زمانی آینده که این انشاءالله درس آینده خواهیم گفت و به سمع شما پیشنهاد خواهیم گردانید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.